دوستان در این نظر بودن که عبدالله آزاد میشد، ولی من از روی تجربه به آنها گفتم که تجربه نشان داد که هیچ نفر از چون شخصیت های که از نزدیکان آنها فعال سیاسی باشد نه کم از 7 سال تا 15 سال روانه زندان می شود و در اول با آنها خوش معاملگی میکنند، میگن شما یکم نگران نباشید آزاد میشوید. چون وقتی که عبدالله با همسرش یک بار زنگ زد و اونا صحبت کردن، عبدالله که رفتی کار ما رو خودی رئیس کمیته امنیت ملی دیده ایستاده است و با آن وعده کرد که کارت خوب میشود و شما آزاد میشید. ولی ما چون همه زندانیانی که روانه زندان شدن و محکوم به حکم شدن در آنجا پیشکی با آنها چنین وعده را میدادن و حالا هم با میبینه که با عبدالله شمسی چنین وعده میتن که بگوید که خب در آنجا خب پدر شما و یا که نزدیکان شما به یگام اقدام های سیاسی مقابل حکومت گپ نزنن آزاد میشوند، تو بالاخره آزاد میشوید. و این هم باز یک سال دیگر این وعده بازی های حکومت قدرت تاجیکستان باز دوام میکند. این مبارزه دوام یابد. ما برای آزادی عبدالله شمس‌الدین تلاش خود را خواهیم کرد.